سوال 100. پدرام یکی از سه رنگ سبز، سفید یا قرمز را در نظر میگیرد. حسین میخواهد رنگی را که پدرام در نظر گرفته است بفهمد. برای این کار او هر بار اجازه دارد که یک سوال با پاسخ بله یا خیر از حسین بپرسد. مثلا میتواند بپرسد که آیا رنگی که در نظر گرفته ای قرمز است؟ او میتواند یک سوال را هر چند بار که بخواهد تکرار کند. حسین یک سوال میپرسد، پدرام پاسخ میدهد و حسین سوال بعدی را میپرسد و آنقدر ادامه میدهند تا حسین مطمئن شود که رنگ مورد نظر پدرام را فهمیده است. اگر پدرام اجازه داشته باشد که حداکثر 2 بار پاسخ نادرست بدهد، حسین دست کم چند بار باید سوال بپرسد تا مطمئن شود رنگ مورد نظر پدرام را فهمیده است. خب برای این سوال باید چیکار کنیم؟ اولا که چون که اگر ما جای حسین بودیم، چون که میگه پدرام اجازه داره حداکثر 2 بار پاسخ نادرست بده، کاری که باید بکنیم اینه که در مورد یه رنگ 3 بار ازش سوال بپرسیم. در این صورت مثلا میتونیم تا حدی مطمئن بشیم که دروغ گفته یا راست گفته. مثلا چی؟ مثلا من اگر ازش بپرسم سبز آیا اون رنگ مورد نظرت 3 بار بپرسم و هر 3 بار رو گفت آره، پس میتونم مطمئن بشم که رنگ مورد نظرش سبز بوده. چون که اگر بود تعداد دروغاش، اگر دروغ گفته بود تعداد دروغاش از 2 بار بیشتر میشد. و همینطور اگر 3 بار پشت سر هم گفت که نه سبز نیست، پس مطمئنم که سبز نیست رنگ مورد نظرش. و مثلا میتونم برم حالا سراغ رنگ بعدی. مثلا میتونم بعد از سبز ازش در مورد قرمز بپرسم. خب اگر جواب به من این 3 تا رو داده بود که خب اصلا نمیرم سراغ رنگ بعدی، مطمئنم رنگ سبز درسته. اگر به من 3 بار گفت که نه سبز نیست، میرم سراغ رنگ بعدی که قرمز باشه و حالا بس حالتهای مختلفی میتونه جواب داده باشه اون. باز دوباره اگر بعد از 3 بار این قسمت دوباره 3 بار پشت سر هم گفت که آره قرمز درسته، دوباره اصلا دیگه نیازی ندارم بقیه رو ادامه بدم. مطمئن میشم که رنگ مورد نظرش قرمزه و دیگه سراغ سفید نمیرم. پس اینجا اینو کار ندارم. اگر دوباره 3 بار پرسیدم 3 بار پشت سر هم گفت که نه قرمز هم نیست، باز مطمئن میشم رنگ مورد نظرش سفیده و با 6 بار پرسیدن من تونستم مطمئن بشم جوابش چیه. ولی پیچیده ترین حالتش اینه که مثلا من اینجا اینا رو پاک کنم، اینا دیگه چیزای آسونشه. من 3 بار ازش پرسیدم سبزه، بعد ازش در مورد قرمز پرسیدم 2 بار گفت نه و 1 بار به من گفت آره. اینجا دیگه نمیتونم مطمئن بشم که رنگ مورد نظرش چیه. میدونم که سبز نیست، ولی آیا این 2 تا رو دروغ گفته و این راسته، یا این راسته این دروغه و این 2 تا راسته؟ پس حتما باید یه سوال دیگه ازش بپرسم. حالا این دفعه در مورد سفید ازش میپرسم. یه دور دیگه ازش میپرسم. مثلا ممکنه بگه اینجا در مورد سفید میگه چی؟ ممکنه بگه سفید سوال 7 رو جواب بده که آره یا نه. خب حالا اگر به این قسمت از مسیر نگاه کنید، این تیکه، یعنی 3 بار در مورد سبز گفت نه، در مورد قرمز 2 بار گفت نه، 1 بار گفت آره و برای بار 7 ازش پرسیدم سفید رو گفت آره. من مطمئن میشم رنگ مورد نظرش سفیده. چرا؟ اینجا رو پاک کنم. چرا؟ چون اگر در نظر بگیرم که این 2 تا رو دروغ گفته، پس از 2 تا دروغش استفاده کرده، از حد اکثر 2 بار میتونست دروغ بگه استفاده کرده. باید به این حواسم باشه و باید بقیه جواباش راست باشه. پس اون وقت اینجا چی میشه؟ یعنی اینو راست گفته و اگر اینو راست گفته باشه یعنی قرمز دیگه. گفته قرمز آره، پس راستم گفته، پس قرمزه. و میدونیم که حرف بعدیش هم باید راست باشه چون دیگه دروغ دیگه ای نداره که بگه. و میبینیم که در مورد سفید هم گفته آره و اینم باید راست باشه. پس اینجا به یک تناقض رسیدیم و در اصل نمیتونه اینجا دروغ گفته باشه اگر 7 گفته آره. پس من فرضم رو درست میکنم و میگم تنها راهش اینه که اینو درست گفته باشه، این دروغ باشه
اگر اینو درست گفته باشه یعنی قرمز نیست، سبزم که نبود، پس رنگ درست سفیده. و اینجا اینو راست گفته. پس اینجا مطمئن شدم که اگر تو این مسیر بیایم، یعنی 3 بار اینجوری 3 بار در مورد قرمز جواب اینجوری و 7 رو بگه آره، مطمئن میشم که رنگ مورد نظری سفیده و با 7 بار بهش رسیدم. ولی حالا اگر از این مسیر بیاد، یعنی بار 7م رو بگه نه، باز مسیر یه ذره پیچیده تر میشه. اینجا هر دو حالتش ممکنه درست باشه، یعنی اینو درست گفته باشه، اینو دروغ و برعکس. اگر اینو درست گفته باشه اینو پس دروغ گفته، چون 2 بار دروغش رو استفاده کرده و قطعا اینم باید درست باشه. نه، پس اگر اینجا درست باشه، اینجا دروغ گفته، یه بار دروغ گفته، پس اینجا اینو قطعا دروغ گفته. ببخشید یه ذره اشتباه شد، امیدوارم گیج نشده. پس چی شد؟ اینجا 2 تا حالت ممکنه به وجود بیاد، یا این دوتا رو دروغ گفته، این دوتا رو درست گفته، اینجا رو دروغ. پس اگر این حالت داشته باشه اینو حتما دروغ گفته. چرا؟ چون اگر اینو درست گفته باشه یعنی قرمز نیست و جواب درست، یعنی جواب 7م باید این باشه که پس سفید درسته دیگه، سفیده، نه سبز نه قرمز، پس باید اینجا سفید درست باشه. ولی این در جواب به ما گفته نه، پس این دروغ بوده. و همچنان فقط 2 تا دروغ گفته و با قوانین بازی مشکلی پیدا نکرده. حالا اون یکی حالتش چیه؟ اینا رو پاک کنم. این که این 2 تا رو دروغ گفته باشه، اینو راست گفته، و اگر اینو راست گفته باشه یعنی قرمز رنگ مورد نظرمون و رنگ سفید رنگ مورد نظرمون نیست، پس اینم راسته. و همچنان قوانین برقراره، یعنی فقط 2 بار دروغ گفته. پس دیدیم در هر 2 حالت اگر اینجا بعد از این جواب بگی که سفید نیست، قوانین برقراره و هنوز مطمئن نیستیم که کدوم رنگ درسته. پس یه بار دیگه حداقل باید ازش بپرسیم. حالا مثلا من یه بار دیگه ازش میپرسم تو این قسمت، دوباره این میتونه به ما بگه که آره یا نه. الان من میخوام این مسیر رو بررسی کنم. من کلا یه بار دیگه بنویسم این تیکه رو. ما 3 بار در مورد سبز ازش پرسیدیم، گفت نه. در مورد قرمز پرسیدیم، 2 بار گفت نه، یه بار گفت آره. و الان رسیدیم به سفید و 2 بار پشت سر هم گفت نه. خب تو این حالت من مطمئن میشم رنگ مورد نظرش قرمز بوده. چرا؟ چون اگر اینو در نظر بگیرم اینو راست گفته، پس اینو باید دروغ گفته باشه. نمیتونه که 2 تا چیز متضاد 2 تاش راست باشه. پس این قطعا دروغه. و اگر این دروغه یعنی چی و این راست باشه؟ اینجا در مورد قرمز پرسیدیم دیگه. وقتی در مورد قرمز 2 بار گفته نه و 2 تاش راسته، پس یعنی چی؟ یعنی رنگ مورد نظر من سفیده و این از یکی از دروغاش هم استفاده کرده. ولی حالا وارد اون قسمت بخش سفید شدیم و اینو 2 بار پشت سر هم گفته نه، در صورتی که ما از اینجا نتیجه گرفتیم که رنگ مورد نظر سفیده و جواب درست و راست در مورد سوالی که ما در مورد سفید ازش میپرسیم جواب بله است. ولی این 2 بار پشت سر هم گفته نه و اینجوری چی میشه؟ یعنی 2 بار اینجا دروغ گفته و اینجا هم یه بار، پس 3 بار دروغ گفته. پس این با شرط بازی در تناقضه. پس چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ که فرضمون اشتباه بود. یعنی چی؟ یعنی اینجا دروغ گفته. اگر اینجا دروغ گفته باشه پس یعنی قرمز درسته، رنگ قرمزه، پس اینو راست گفته که رنگ قرمزه. و اینم در مورد سفید راست به ما جواب داده که رنگ سفید نیست. پس اینجا نتیجه گرفتیم که تنها یه حالت داره و اونم با 8 جواب رسیدیم بهش، با 8 تا سوال رسیدیم بهش که رنگ مورد نظرش قرمزه. حالا اون یکی مسیر چی؟ یعنی اینطوری این مسیر. من دوباره بنویسمش، اینا رو پاک کنم. چی گفته؟ دوباره ما اینو داریم 3 بار این و در مورد سفید یه بار گفته آره، یه بار گفته نه.
خب اینجا مشخصه که هم اینجا دروغ گفته هم اینجا دروغ گفته، چون جوابای متضادی با هم دیگه داریم و به خاطر همین من نتیجه میگیرم که این دوتا رو دروغ نگفته، چون اگر این دوتا رو دروغ گفته باشه پس از هر دوتا مجوز دروغش استفاده کرده و اینجا دیگه نباید دروغی باشه، ولی من دارم مشخص میبینم که یکی از این دوتا باید دروغ باشه. پس چی میشه؟ این دوتا رو درست گفته، راست گفته، یعنی این دروغه و دروغ چی بوده؟ میگیم که این که گفته قرمز نیست راست گفته، پس یعنی سفید رنگ درستمونه و اینجا این راسته، این دروغ. و اینجا با 8 بار به نتیجه رسیدیم که رنگ مورد نظرش سفید بوده و جواب گزینه 3 میشه. چرا؟ چون این پیچیده ترین حالتهای ما بود و همه حالتهای دیگر رو که بررسی کنیم از این تعداد سوالاش کمتر میشه. مثال چی بزنم؟ مثلا من اگر در مورد سبز ازش بپرسم و جواب به من اینجوری داد، در مورد بعد ازش قرمز بپرسم و جواب به من اینجوری داد، اینجا سبز اینجا قرمز، خیلی سریع با همین 6 تا سوال میتونم به نتیجه برسم، چون میدونم که اینا دوتا درستن یا راسته، این دوتا هم راسته و جواب خیلی سریع رسیدم که قرمز رنگ مورد نظر منه و برعکسش هم همینطوره، یعنی 2 بار اینو بگه و بعد 2 بار به این حالت جواب بده. کلا اینا رو در نظر بگیرید که اینا حالتهای جمع و جور شده است، یعنی من اگر ازش بپرسم و اینجوری به من جواب بده هم همین میشه، فرقی نمیکنه. اینا تأثیری نداره، فقط این ستا رو در نظر نمیگیریم، یعنی کاری نداریم که مرحله آخر چی پرسیده. یا حتی اگه ازش رندوم سوال بپرسیم، یعنی یه بار ازش در مورد قرمز بپرسیم، بعدی رو در مورد 2 بار، یعنی نیایم 3 بار پشت سر هم بپرسیم، اول در مورد قرمز بپرسیم، بعد در مورد سبز بپرسیم، بعد در مورد سفید بپرسیم، مثلا اینطوری. اینجا ما همه رو ستا رو کنار هم گذاشتیم که راحت‌تر بتونیم تحلیل کنیم، ولی اینم باز با قوانین ناسازگار نیست و اگر منظمشون کنیم به همین حالت‌ها میرسیم. جواب گزینه 3. سوال 101. سوال 101 به ما 3 نوع کاشی داده و گفته با کدوم یکی از اینا میتونیم دایره بسازیم. خب جواب این سوال گزینه 3، همین اول بگم بهتون، یعنی با هر سه تاشون میتونیم و فقط با شکل میتونم بهتون نشون بدم که چجوری. البته یه چیزی هم دیگه هم که میتونم بگم اینه که این شکل شماره الف، کاشی شماره الف نصف کاشی شماره جیمه، پس یعنی من اگه بتونم با کاشی شماره جیم دایره بسازم با الف هم میتونم، فقط به 2 تاش نیاز دارم، مثلا به ازای هر یه دونه کاشی شماره جیم به 2 تا کاشی شماره الف نیاز دارم، چون اینجا اگر اینو نصف کنه این میشه 30 درجه، این هم میشه 30 درجه، یعنی کمان 30 درجه و خب همین میشه این قسمت همین کاشی شماره الفه. خب من اول با کاشی شماره ب شروع کنم که آسون ترینشه. این کاشی یک کمان از یک کمان 60 درجه دایره درست شده، یعنی یک قطعه 60 درجه از دایره اینطوری میشه. اگر این دایره‌مون باشه من اینو به قسمت‌های 60 درجه‌ای تقسیم کنم، حالا دیگه مثلا، و هر کدوم از این قطعه رو یه شکلی بهش بدم اینجا. حالا من این قسمتش هم درست کنم که واضح تر بشه، یعنی مثلا اینطوری. الان نگاه کنید که هر کدوم از این قسمت ها، من با یه رنگ دیگه، همین کاشی شماره ب نکنید، این قسمتی که قرمز کردم همون کاشی شماره ب که بهمون داده، هر کدوم از اینا رو هم که 60 درجه است چون به 6 قسمت تقسیم کردیم. پس در اصل اگر من هر دایره‌ای داشته باشم و اینو مثلا به 6 قسمت تقسیم کنم، ببخشید این بد شد، به این حالت به 6 قسمت تقسیم کنم و مثلا روی این ضلعی که داره هر کاری که بخوام انجام بدم ولی روی اون قسمتش هم همون رو انجام بدم،
مثلا من اینجا اینو زیگزاگی کنم، این ورش هم همین کار رو بکنم که مکمل همدیگه باشه، که کاشی سمت اون ورش مثل همون رو داشته باشه و اینا یه جورایی تو همدیگه چفت بشن. اینطوری با هر شکلی که بخوام میتونم انجام بدم، این یعنی دایره رو بسازم. مثلا حتی اینجا میتونم بنویسم مثلا ایران، حالا مثلا حالت دو بعدی. این ورش هم همین رو بنویسم که مکملش باشه، باز میتونم دایره بسازم. و شکل شماره جیم هم به همین دلیل میشه، یعنی اینو این قسمت رو کمان دایره از محیط دایره در نظر بگیرین، یکی از اونا رو، بعد مثلا اینو اینجوری انحنا بدین، ولی اون ورش هم همین انحنا رو بدین که مکملش بشه، یعنی اینطوری. الان من اینا رو هم براتون پاک کنم، این قسمتشو، که متوجه بشین چی میگم. به این حالت الان هر کدوم از این قسمت ها اینجا که قرمز کردم یک کاشی شماره جیمه و گفتیم هم که کاشی شماره الف نصف اونه، یعنی اگر مثلا من این قسمت رو در نظر بگیرم، این کاشی شماره الفه و همینطور این قسمت برعکسشه، چون گفته استفاده از هر دو طرف کاشی مجاز است. به این حالت پس اینجا هم که گفته مثلا 60 درجه دلخواه خودمونه نسبت به این و این باید مکمل همدیگه باشن. هر اتفاقی روی این ضلع قطعه میفته روی این قسمتش هم بیفته که گفتم اینا تو همدیگه چفت بشن. پس این کاشی شماره جیم، این الف و این هم ب، با هر ستاش ما تونستیم دایره بسازیم. این هم اینجا 30 درجه، هر کدوم از اینا هم 60 درجه. البته منظورم از این که گفتم اینجا 60 باید باشه و اینجا هم کشیدم این نیست که فقط وقتی که 60 میتونیم بسازیم، با هر کمانی که 360 بر اون بخش پذیر باشه میتونیم بسازیم. مثلا با 45 میتونیم بسازیم، 90، 20، 18، حتی هر چیزی که باشه فقط 360 بر اون بخش پذیر باشه که یه دایره کامل درست بشه و فقط این زاویه توی تعداد کاشی‌هایی که نیاز داریم اثر میذاره. خب سوال 102. سوال 102 به ما دو تا شکل داده، این شکل 1، این شکل 2، و گفته که ما باید این شکل 2 رو کامل کنیم، این قسمتشو. خب اینجا ما باید یه الگویی پیدا کنیم بین ردیف بالا و پایین شکل 1 و همون الگو رو توی شکل 2 هم پیاده کنیم. خب اینجا میبینیم که تو ردیف‌های بالای این قسمت فقط ستاره و دایره داریم، ولی ردیف پایین فقط مثلث و مربع داریم. پس قاعدتاً ستاره و دایره باید جاشون رو با مربع و مثلث عوض کرده باشن. حالا برای اینکه بفهمیم که کدومش با کدوم جابجا شده، اگر به این شکل نگاه کنیم، به این قسمت نگاه کنیم و این قسمت، میبینیم که اینجا فقط توی این شکل فقط ستاره داریم و متناظرش یه شکلی تو پایین داریم که فقط مثلثه. پس از روی این شکل میتونیم بفهمیم که انگار ستاره جاشو باید با مثلث عوض کنه، ولی مثلا اگر این شکل رو با این شکل مقایسه میکردیم نمیتونستیم متوجه بشیم، چون که از هر کدوم دوتا هست. و همینطور یه الگوی دیگه هم که میشه دید اینه که این شکل، این قسمت یه دونه شیفت پیدا کرده به سمت راست، یعنی توی شکل متناظر با پایینش، و همینطور این شکل هم همینطور، اینم جاشو اومده اینجا رسم کرده، یعنی اومده از سمت چپ اومده سمت راست. خب حالا بریم همین الگو رو توی شکل سمت 2 هم، یعنی شکل 2 هم پیاده کنیم. خب اینجا چی داریم؟ اینجا یه دونه دایره داریم که گفتیم دایره وقتی که ستاره با مثلث جایگزین شده، دایره هم باید با مربع جابجا بشه. پس دایره رو و شکل جاش هم گفتیم باید بیاد اینجا، این قسمت. پس اینو بعد اینجا رسم کنیم متناظرش رو و دایره تبدیل به مربع بشه. متناظر این شکل رو اینجا بعد رسم کنیم که 3 تا ستاره است، پس میشه 3 تا مثلث. این هم متناظرش رو بعد اینجا رسم کنیم که 2 تا دایره است، میشه 2 تا مربع و 3 تا ستاره که میشه 3 تا مثلث، یعنی گزینه 4. سوال 103. 5 مضمون به تبهکاری در حضور کارآگاه چنین گفتن. نفر اول، خب من اول برم توضیحات رو بخونم قبل از اینکه برم وارد اظهارات این 5 نفر بشم که بدونم دنبال چی بعد بگردم. میگه میدانیم که افراد بیگناه در بازجویی دروغ نگفتند، ولی حرف تبهکاران ممکن است راست یا دروغ باشد.
کاراگاه مطمئن است که 2 نفر از این افراد تبهکار و بقیه بیگناه هستند. کدام 2 نفر میتوانند تبهکار باشند؟ خب من اینجا دیگه میدونم دنبال چیم. من میدونم وقتی 2 نفر تبهکارن یعنی 3 نفر بیگناه، و وقتی 3 نفر بیگناهن یعنی 3 تاشون راست گفتن. پس از این 5 تا اظهار نظرهایی که دارن این 5 نفر میدونم که 3 تاش قطعا راسته. و حالا اون 2 تای دیگه میتونن راست یا دروغ باشد. ممکنه تبهکاری هم راست گفته باشه. خب حالا اظهارات رو بخونیم. نفر اول گفته من مطمئنم نفر چهارم بیگناه هست ولی در مورد بقیه افراد اطلاعی ندارم. نفر دوم من بدون حضور وکیلم هیچ حرفی نمیزنم، که خب از همینجا میتونیم بگیم که در مورد نفر دوم اطلاع خاصی به ما نمیده، چون اینو در مورد این چجوری قضاوت کنیم که راسته یا دروغه. نفر سوم گفته من بجز نفر چهارم و پنجم که شب حادثه مهمان من بودند و مطمئنم بیگناه هستند در مورد دیگران نظری ندارم. نفر چهارم گفته نفر پنجم را در حال جرم دیدم ولی شاهدی هم ندارم. و نفر پنجم گفته من سالهاست نفر دوم را میشناسم و اصلا اهل این حرفا نیست. خب من همینجا 2 نفر رو پیدا کردم که مطمئنم قطعا حداقل یکیشون تبهکاره. نه حداقل مطمئنا یکیشون تبهکاره. نفر سوم و چهارم رو به اظهاراتشون که نگاه کنم هر دو در مورد نفر پنجم اظهار نظر کردن. نفر سوم گفته نفر پنجم بیگناهه و نفر چهارم گفته نفر پنجم گناهکاره. و خب از بین این دوتا قطعا یکیش درسته دیگه، و اگر هر دو بیگناه بودن پس حرف هر دوشون باید راست می بود و این با چیزی که ما داریم تضاد داره. نمیتونه یکیشون گفته باشه فلانی بیگناه یکیشون گناهکار و دوتاشون راست گفته باشن. پس من الان 2 تا حالت دارم، یا 4 گناهکاره و 3 بیگناه. یه حالت دیگه هم دارم، این حالت 1 بزنم. حالت 2 اینه که 4 بیگناه باشه و 3 گناهکار. خب من اول حالت 1 رو در نظر بگیرم، یعنی فرض کنم که 4 گناهکار و 3 بیگناه. خب وقتی که میگم که 3 بیگناهه پس 3 باید راست گفته باشه. و 3 چی گفته؟ 3 گفته نفر 4 و 5 هر دو بیگناهن، ولی ما همینجا توی فرضمون چی کردیم؟ گفتیم که 4 گناهکاره و این به یک تناقضی رسیدیم اینجا، چون وقتی تصور کردیم که 4 گناهکار باشه به نتیجه رسیدیم که میگه 4 بیگناهه. پس کلا این فرضمون اشتباه بوده و این حالت درست نیست و حالت 2 قطعا باید درست باشه. که یعنی چی؟ یعنی 4 قطعا بیگناهه و 3 گناهکار. و من همینجا یکی از افراد گناهکارم رو پیدا کردم از 2 نفر و گزینه 2 و 4 خط میخوره. دقت کنید که وقتی مثلا چیز کردم که مشخص کردم مثلا به نظر من 4 گناهکار یا بیگناهه، از اون فردی که مطمئنم راست گفته شروع کردم. مثلا الان من برم حرف 3 رو بررسی کنم، چون نمیدونم که راست یا دروغ گفته چیز خاصی ممکنه گیج‌ترم کنه، ولی چون 4 رو چون افراد بیگناه رو میدونم راست گفتن، میرم از اونجا بررسی کنم ببینم به تناقضی میخورم یا نه. خب الان اینجا گفتیم نفر 4م بیگناهه، ببینیم حرفش هم باید راست باشه. پس چی گفته؟ میگه نفر 5م رو در حال جرم دیدم ولی شاهدی هم ندارم. خب همینجا دومین گناهکارمون مشخص شد. یکی نفر سوم که استدلال کردیم که نفر سوم گناهکاره و نفر 4م هم که راست گفته نفر 5م گناهکاره. پس اینجا دومین گناهکارمون هم پیدا شد و جواب میشه گزینه 3. اینجا دقت کنیم که نفر 5م گناهکاره ولی راست گفته که نفر دوم بیگناهه. الان نفر اول، دوم و 4م بیگناهن. خب سوال 104 و 105 هم دوباره باید با توجه به متن جواب بدیم. میگه 5 نمونه خون از 5 فرد مشکوک به ابتلا به یک بیماری در اختیار داریم. در هر آزمایش میتوانیم مقداری از 1 یا چند تا از این نمونه ها را با هم مخلوط کرده و آن را آزمایش کنیم. جواب آزمایش فقط زمانی مثبت است که دست کم
خون یک نفر بیمار در بین آنها وجود داشته باشد و همچنین هیچ یک از خونها حاوی پادتن نباشد. خب اینجا آزمایش چجوریه؟ یعنی مثلا من اگر توی خون افراد بیمار یه عامل بیماریزایی وجود داره که حین آزمایش این عامل بیماریزا کشف میشه. یعنی مثلا من روی خون یه نفر آزمایش انجام میدم، اگر اون عامل بیماریزا یافت شد میگه جواب آزمایش مثبته، جواب آزمایش رو مثبت میده، به من میده. ولی پادتن چی کار میکنه؟ شما پادتن رو مثل این باید در نظر بگیرید که اگر پادتن در کنار اون عامل بیماریزا قرار بگیره، این پادتن یه جورایی انگار این عامل بیماریزا رو مخفی میکنه و نمیذاره که اون آزمایشی که من انجام میدم این عامل بیماریزا رو کشف کنه. به خاطر همین اگر خون یه فردی که پادتن داره رو با خون یه فرد دارای عامل بیماریزا یا بیمار قاطی کنیم و بعد آزمایش رو انجام بدیم، با اینکه عامل بیماریزا وجود داره ولی جواب آزمایش من منفی میشه. به خاطر همین گفته که جواب آزمایش فقط زمانی مثبت است که خب حداقل دست کم خون یه نفر بیمار توش باشه، توی اون بین نمونه ها، که اون عامل بیماریزا کلا وجود داشته باشه و خون هیچ کس هم حاوی پادتن نباشه که این پادتن نره این عامل بیماریزا رو مخفی کنه. خب سوال 104 میگه چی؟ میگه میدانیم 4 نفر بیمار و 1 نفر دیگر دارای پادتن است. کمترین تعداد آزمایش که با آن در هر حالتی میتوانیم همه مبتلایان را پیدا کنیم کدام است؟ خب من اینا رو پاک کنم، اینجا جا داشته باشیم. خب اولین توصیه‌ام بهتون اینه که وقتی که قراره یه همچین چیزی رو پیدا کنیم، اینه که در نظر نگیرین خودتون که اوکی در نظر میگیرم تصور میکنم فلانی خونش پادتن داره و بعد برین مثلا آزمایش ها رو پیدا کنیم. چرا چون اونجوری مثلا این تصور خودتون که میدونین فلانی بیماره و فلانی پادتن داره روی روند استدلالتون تاثیر میذاره. منظورم چیه؟ مثلا من این 5 تا فرد رو A, B, C و D در نظر میگیرم. A, B, C, D و E در نظر میگیرم. اگر مثلا تصور کنی که بگیم من تصور میکنم C پادتن داره، حالا برم ببینم با چه تعداد آزمایش میتونم برسم، یهو توی استدلالتون اشتباه میکنیم. مثلا یهو برمیداریم میگین A, B, C اوکی این بیمار شد، خب منم به چیزم رسیدم، منم میخواستم اونی که دارای پادتنه رو پیدا کنم و پیدا کردم، پس جواب گزینه یکه مثلا، یعنی با یه دونه آزمایش رسیدم. ولی شما اینجا باید به دید اون آزمایشگر که نمیدونه کدوم مثبت، کدوم منفی، کدوم بیماره و کدوم پادتن داره نگاه کنین و حالت بندی کنین که مثلا من اینا رو آزمایش میکنم، اگر مثبت شد فلان، اگر منفی شد فلان، اینطوری. الان من دوباره اینا رو بنویسم، نمیدونم چرا پاک کردم. خب من الان نمیدونم کدومشون پادتن داره و کدوم بقیه‌شون هم که بیمارن. من الان دنبال اونی هم که پادتن داره دیگه، چون اگه اونو پیدا کنم بقیه مبتلایان هم پیدا شدن. من اول میام خونه 3 نفر رو آزمایش میکنم، 3 تا، هر 3 نفری که دلم میخواد. مثلا من A, B و C رو با هم دیگه آزمایش میکنم. خب اینجا 2 حالت داره، یا این جواب این آزمایش به من مثبت میشه یا جواب این آزمایش منفی میشه. اگر مثبت شد میدونم که بین اینا هیچ کدوم اون فرد پادتندار نیست، پس همه این 3 تا بیمارن، هر 3 تا بیمار. پس الان من میدونم اونی که دارای پادتنه یا دیه یا ای و هر کدوم از این دوتا رو میتونم جدا، البته نمیتونم یکیشو هم مثلا فقط آزمایش کنم، برم ای رو آزمایش کنم، این یا مثبت میشه یا منفی. اگر مثبت شد خب میدونم اوکی پس ای بیماره و دی دارای پادتن، و اگر ای منفی شد میفهمم که ای دارای پادتنه و دی بیماره و الان 4 تا بیمار من یعنی A, B, C و دی پیدا شد و ای هم به که پادتن بود. پس تو این حالت با 2 تا آزمایش من به جوابم رسیدم. ولی خب بعد این یکی رو هم امتحان کنیم، چون گفته در هر حالتی بتونیم همه مبتلایان رو پیدا کنیم.
خب اگر این جواب این آزمایش این 3 نفر منفی شد، من میدونم که یکی از این 3 نفر دارای پادتنه و در این حالت من میتونم مثلا A و B رم دوباره امتحان کنم و این یا مثبت میشه یا منفی. اگر مثبت شد میفهمم که C دارای پادتن بوده. چرا؟ چون وقتی A, B و C رو آزمایش کردم منفی شد، همین که C رو حذف کردم از نمونه جواب مثبت شد، پس این C بوده که جواب آزمایش رو منفی کرده و دارای پادتن بوده. و اگر A و B منفی شد، باز میتونم یکی دیگر رو امتحان کنم، مثلا میرم A رو برمیدارم امتحان میکنم، این یا مثبت میشه یا منفی. اگر مثبت شد میگم B دارای پادتن، اگر منفی شد میگم A دارای پادتن و اینطوری همه 5 نفر من مشخص میشه وضعیتشون. پس جواب اینجا 3 تا حالت میشه. توی این حالت 2 تا به 2 با 2 تا آزمایش به جواب رسیدیم، ولی چون گفته در هر حالتی، پس اینجا جواب 3 رو میزنیم. سوال 105. اگر تنها یک نفر بیمار باشد و هیچ فردی پادتن نداشته باشد، دست کم چند آزمایش لازم است تا خون آلوده در هر حالتی تعیین شود؟ و من برای این سوالم همون روش سوال قبل رو در پیش میگیرم، یعنی میام خون 3 نفر رو برمیدارم و آزمایش روش انجام میدم، این یا مثبت میشه یا منفی. اگر منفی شد میفهمم این 3 نفر همه سالمن و دی یا ای بیماره. پس من از بین دی و ای یکی رو انتخاب میکنم، مثلا دی رو انتخاب میکنم، روش آزمایش انجام میدم، این یا مثبت میشه یا منفی. اگر منفی شد میگم اوکی A, B, C و D همشون سالمن، پس ای بیماره. اگر دی مثبت شد میفهمم که دی بیماره و بقیه سالمن. این میگه خون آلوده مشخص شه دیگه. و اینجا هم دقت میکنم وقتی شخصی پادتن نداره و بیمارم نیست، خب این هم جواب آزمایشش منفی میشه، این شخص جواب آزمایشش مثبت میشه، اینا منفی میشن چون عامل بیماریزایی نداره که جواب آزمایشش رو مثبت کنه. حالا توی این مسیر اگر A, B و C رو آزمایش کردیم و جواب آزمایش مثبت شد، میفهمیم یکی از اینا بیماره و خونش آلوده است. بس من دوباره 2 نفرشون رو انتخاب میکنم، مثلا A و B رو انتخاب میکنم و آزمایش روش انجام میدم، جواب این آزمایش مثبت میشه یا منفی. اگر منفی شد میفهمم اوکی من C رو حذف کردم و جواب آزمایش من منفی شد، پس C بیمار بوده. اگر مثبت شد باز میگم یا A یا B بیماره. پس من دوباره یکی رو انتخاب میکنم، مثلا A رو انتخاب میکنم، آزمایش میکنم، یا مثبت میشه یا منفی. اگر مثبت بود A بیمار، اگر منفی بود B بیمار بوده. پس ببینید من در همه حالت‌ها به شخص بیمار رو پیدا کردم و تعداد آزمایش من بیشترین حالت توی این قسمت بود که A و B جوابش مثبت بشه و اینجا میشه باز 3 حالت مثل سوال 104. سوال 106. اینجا ما باید به جای علامت سوال گزینه مناسب تر رو انتخاب کنیم و دقت هم میکنیم که وقتی گفته مناسب تر یعنی شاید ما نتونیم الگوی دقیق رو پیدا کنیم، ولی میتونیم الگوی کلی رو پیدا کنیم. مثلا اینجا یه الگویی که دیده میشه اینه که تو همه این شکل‌ها یه انحنایی هست اینجا این قسمت، ولی مثلا تو گزینه 1 و 2 این انحنا کلا برعکس شده جهتش و خب میتونیم بگیم که اینجا این دوتا گزینه خط میخوره. یه الگوی دیگه هم که دیده میشه اینه که کلا مثل اینکه خطوط این شکل و این شکل کلا دارن تکون میخورن و جابجا میشن و خطی اضافه یا کم نمیشه. ولی اگر مثلا به گزینه 4 نگاه کنیم میبینیم که گزینه 4 همین شکله، با فقط این خط حذف شده، ولی توی هیچ کدوم از این شکلات خطی اضافه یا کم نمیشه، فقط جابجا میشن. پس جواب گزینه 3 میشه. سوال 107. کدام گزینه ایراد املایی و نگارشی ندارد؟ 1. دیشب از ترس اینکه از امتحان جا نمانم بیخواب شدم. اینجا اشتباهش توی این قسمت این که رو یا بر رو هم بنویسی یا با نیم فاصله، اینجوری یه فاصله کامل گذاشته و این از لحاظ نگارشی اشتباهه.
گزینه 2 میگه دانش آموزان نظر خود را به صندوق پیشنهادات و انتقادات مدرسه انداختند. اینجا درست‌تر اینه که بگی نظرات خود را، دانش آموزان نظرات خود را نه نظر خود را انداختن. 3 مریم بنیانگذار و مدیر یک شرکت دانش بنیان بود. اینجا بنیانگذار بازه دالزاله درستش و جواب گزینه 4 میشه. همه ما باید برای رسیدن به ایران پیشرفته و پرشکوه تلاش کنیم. سوال 108 باز دوباره از ما خواسته که گزینه مناسب‌تر رو انتخاب کنیم. خب اینجا روند اینجوریه که از چپ به راست هر کدوم از اینا رو اگه یه حباب در نظر بگیریم مثل اینه که بزرگترین حباب ترکیده و به جاش 2 تا اومده، 2 تا حباب کوچیکتر اومده که جمع عددی که رو اون 2 تا حباب نوشته برابر شده با اون حباب بزرگ اولیه. یعنی چی؟ یعنی اینجا 5 و 6 دست نخورده، اینو همینجا میبینیم، این 5 و این 6، ولی حباب که روش 9 نوشته ترکیده به 2 تا حباب 4 و 5. پس برای بقیهش هم همین کار رو بخوایم بکنیم، یعنی اینجا بزرگترین حباب کدومه؟ حباب 6. حالا بعد از ترکیدن اون حباب 6 ترکیده به 2 تا حباب کوچیک 3 و 3. بعد به ترتیب ادامه بدیم، اینه که اینجا بزرگترین حباب 5، 2 تا 5 داریم، هر کدومشون دوباره ترکیده به 2 تا حباب 3 و 2. اینم این 3 و 2. حالا برای مرحله بعدی اینجا بزرگترین حباب 4، باید بترکه به 2 تا حباب 2 و 2. حالا مثلا شاید بپرسین که خب چرا نترکه به 2 تا حباب مثلا 1 و 3؟ چون این روندم توی قبلیا بود، یعنی به 2 تا عددی تجزیه شد که کمترین فاصله رو از هم دارن. یعنی 9 به جایی که مثلا بترکه به 1 و 8 یا 2 و 7 ترکید به 4 و 5 که کمترین اختلاف رو با هم دیگه دارن. برای 6 هم همینطور، یعنی مثلا میتونه 6 بترکه به 2 و 4، ولی ترکید به 3 و 3 که کمترین اختلاف رو با هم دارن که اینجا صفره. و برای بقیهش هم همینطور. پس اینجا باید بترکه به 2 تا حباب 2 و 2. حالا کدوم گزینه میشه؟ یعنی ما اینجا باید شکلی رو انتخاب کنیم که 4 تا 3 داشته باشه که اینجا اصلا نداره. خب 4 تا 3 باید داشته باشه، 1 2 3 و 4 تا 2 همین، یعنی گزینه 1 میشه. سوال 109 یک طناب گره خورده طنابی است که برای قرار دادن آن روی میز به طوری که کل آن در تماس با میز باشد ناچار به پاره کردن طناب باشیم. از بین شکل‌های زیر کدام طناب گره خورده است؟ خب از این شکل‌ها 3 تاش یه حلقه معمولی از طنابه و یکیش گره خورده. خب حلقه چیه؟ مثلا این یه حلقه است، ببخشید این یه حلقه است. اگر باز پیچ و تاب این حلقه رو بیشتر کنم هم همچنان حلقه میمونه، یعنی این هم یه حلقه است. حتی اگه یک پیچ هم توش بندازم، یعنی اینطوری، بازم حلقه است. حالا اینجا نگاه کنین، این همون حلقه ایه که یه پیچ توش افتاده. و حتی من میتونم اینو از این فراترم ببرم، یعنی چیکار کنم؟ به این حالت. این هم همون حلقه است، فقط یه ذره این دو طرفش رو چپه تر کردم. و حتی این تیکه رو من میتونم بیام بندازم روی این تیکه. چطوری؟ الان بهتون نشون میدم. این هم همون حلقه است. الان من دو خطیش کنم که مشخص تر باشه. اینا رو هم درست کنم. این هم همون حلقه ایه که پیچش بیشتر شده.
خب الان گزینه 1 2 و 3 همه رو من میتونم به این شکل تبدیل کنم. چرا؟ اگر این پیچه رو نگاه کنم که توی همه این شکل هست، یعنی اینجا بذاریم من با یک رنگ دیگه، اینجا، این و این قسمت همشون یه پیچیه که هیچ چیزی به اضافه نمیکنه بهش، یعنی حالت گره نمیده بهش، فقط یه تیکه از طناب رفته زیر یه تیکه دیگه از طناب که اینجا باشه، یعنی این قسمت رفته زیر این قسمت. حالا من میتونم اینو تو ذهنم مثلا تصور نکنم، یعنی حذفش کنم، چون که چیز خاصی نیست، فقط رفته یه تیکه طناب رفته زیر یکی دیگه، من اینو حذف کنم تو ذهنم به این حالت. اوکی، اینا رو هم پاک کنم بقیه‌شو که مشخص‌تر باشه منظورم چیه، یعنی اینو کلا دیگه در نظر نگیرم. الان دقت کنیم من هیچ تغییری تو ساختار پیچیدگی طناب ندادم، فقط طناب یه جایی پیش خورده بود، اینو صاف در نظر گرفتم و الان همه این سه تا شکلی که من اینجا دارم 1 2 و 3 همشون به یه حالتی از این تبدیل شدن، یعنی یه جای پیچ خورده طناب اومده رو اون یکی، اینجا این قسمت اومده روی این یکی تیکه، اینجا هم همینطور این قسمت اومده روی این تیکه و اینجا هم این قسمت اومده روی این تیکه و همشون به این شکل تبدیل شدن، ولی گزینه 4 کاملا گره خورده و حلقه نیست. من اینو هیچ جوره نمیتونم تغییر بدم پیچ تابشو که به یک حلقه تبدیل بشه و جواب گزینه 4 میشه. سوال 110 به ما 4 تا جمله داده و گفته که اینا رو مرتب کنیم. خب من هم اول کار به گزینه ها نگاه میکنم، میبینم که آپشن هایی که برای جمله اول بهم داده یکی الف یکی ب، تو بقیه گزینه ها هم نگاه کنیم همینه، ب یا الف. خب پس میدونم یکی از این دوتا گزینه جمله اولمه. حالا میرم بررسی میکنم. الف چی میگه؟ میگه ظرفیت های انسانی از این هم مهمتر است. خب همینجا مشخصه که این نمیتونه اول باشه. مثلا از چی مهمتره؟ از این هم مهمتر است، قاعدتا این نمیتونه اول باشه. پس جمله اولمون ب که میگه ما در تولید بعضی از محصولات مثل سیمان و فولاد در دنیا در رتبه‌های بالا قرار داریم. خب پس این درسته، یعنی میتونه شروع یک متن باشه و گزینه 1 و 4 خط میخوره. حالا اگر به جمله آخر نگاه کنیم میبینیم که توی هر دو تا گزینه دال رو به عنوان جمله آخر آورده، پس اینجا مطمئنیم که این جمله آخرمونه، یعنی این میشه جمله اول، این میشه جمله چهارم. حالا بین الف و جیم باید ببینیم کدوم دوم و کدوم سومه. گزینه ب رو، جمله ب رو دوباره بخونم، میگه که ما در تولید بعضی از محصولات مثل سیمان و فولاد در دنیا در رتبه‌های بالا قرار داریم. حالا مثلا اگر جیم جمله دوم باشه چی میشه؟ میشه این موفقیت ها در حالی است که سختگیری ها، تحریم ها و محدودیت های مهمی بر سر راه تولید وجود دارد. دیدیم که تو جمله ب داشت در مورد تولید حرف میزد، اینجا هم همینطور. حالا ادامه بدیم با الف ببینیم چی میشه. یعنی میگه ظرفیت انسانی از این هم مهمتر است، یعنی ما از لحاظ نیروی انسانی در وضعیت خوبی هستیم. جمله دال یک نمونه استعداد عمومی ملت ایران است که متوسط هوش ایرانی از متوسط هوش جهان بسیار بالاتر است. خب اینجا گزینه درست رو فکر کنم مشخصه که پیدا کردیم 3، چون که اینجا در مورد تولید مثلا محصولات حرف میزد، اینجا توی جمله ب هم همینطور، توی جمله جیم هم همینطور که همچنان در مورد تولید حرف میزنه و تو جمله الف داره در مورد ظرفیت‌های انسانی کشورمون حرف میزنه و دالم که بعدش اومده همچنان داره در مورد ملت و استعدادهای انسانی و هوش حرف میزنه. پس اینجا گزینه درست گزینه 3.